حالا احوالتون خوب باشه. محمد هستم و خیلی خوشحالم از اینکه قرار از این به بعد در یوتیوب با هم فعالیت داشته باشیم. من چون دیگه امروز در این ویدیو بازی هم داریم، البته فکر نمی‌کنم باید الان توضیحات بدیم. چند تا توضیحات سریع بدم. قرار در من اول محمد جواد هستم که در یوتیوب محمد گیم فوتبال هستم و قرار از این به بعد چالش ها و کریر رو دیگه نمیدونم چالش کریر و مجازات و باحال و جذابی با هم داشته باشیم. در هفته من 3 تا ویدیو میذارم. از موقعی که ویدیو میذارم به مدت 1 هفته 3 تا ویدیو گذاشته میشه. یکیش کریره، 2 تاش مجازاته. حالا مجازات نیست، ببخشید، نه چالشه. حالا اولین کریری که ما در این بازی داریم یک دونه تیم لیگ برتری هستش، لیگ 2 انگلیس هستش که ما باید یک تیم رو برداریم و چند تا قوانین داره که اینجا قوانینشو نوشتم، چند تاشم یادم رفت بنویسم و الان میگم. اولین قوانین اینه که ما باید 90% یا 90% یا 85% تیممون رو بازیکن‌های ایرانی تشکیل بدن. بازیکنایی که الان میتونیم از سپاهان، تراکتور، آلومینیوم دیگه، استقلال و پرسپولیس و تیمای دیگه. یک دیگه 4 تا بازیکن خارجی میتونیم بیاریم و عملا دیگه پستاشو برای ما معلومه. اینا قوانینیه که برامون توی لیگ 2 انگلیس گذاشتن. و اینکه اگر میخوایم بریم به چمپیونز به لیگ برترشون، بعد اول یا دوم میشه. اگر سوم بشیم باید با یک تیم قوی اونا مثل منچستر، آرسنال، چلسی یا تیمای دیگر، لیورپول بازی کنیم. با اختلاف 2 گل اگر برنده شدیم میریم به لیگ برتر. مهاجمی که داریم باید یک مهاجمی باشه که در نیم فصل حداقل 15 تا گل بزنه راحت، و این یعنی که باید یک مهاجم توپ و باحال و با تجربه داشته باشه. و در ترکیب ما باید حتما 7 تا بازیکنمون ایرانی باشه. حتی اگه معصوم باشه باید بازیکن ذخیره بیار. و اینکه اگر میخوایم بریم به لیگ برتر باید امتیازمون حداقل به 90 امتیاز برسه. این از قوانین. بریم شروع مسابقه رو براتون توضیح بدم. بعد این تصویرم رفت، من برای بهتر شدن بازی و اینکه شما راحت بتونید به تمام بخش‌های بازی رو نگاه کنید، تصویرمو برداشتم. میریم تو اروپا و باید توی لیگ 2 یک تیم رو برداریم به عنوان لوگو، مثلا شفیلد یونایتد رو خب رفقا، ترکیبمون فعلا شدین. 3 تا خارجی هم با توجه به بودجه‌ای که انقدر نداشتیم فقط سیلوا، گویلسیانی و گایل کاکوتا رو تونستیم فعلا بگیریم. انشالله تو 2 تا بازی دیگه قرار یک مهاجم بگیریم. فکر نمی‌کنم با مقالی و آقای پور بتونیم به 15 تا گل برسیم. ترکیبمون شدش: علیرضا بیرانور، امین رضاییان، گویلسیانی، سیلوا، کریمی، آلیشاس، قدوس، قلیزاده، آقای پور، شهریار مقالو و گایل کاکوتا. میریم اولین مسابقه. امیدوارم تیممون ترکیبونه که 3 تا دفاع بود. این فکر کنم 3-5-2 بود. نه 3 تا بود. 3 تا میور نمیدونم، واسه این نگاه به ترکیب بندازم. 3 تا 2 تا مهاجم، 5 تا 3 تا هافک، 5 تا فوروارد ها و مهاجم. اولین بازیمون هستش. امیدوارم بتونیم ببریم اولین بازی رو با پیروزی از زمینه مسابقه بیایم بیرون. بله، با همین ترکیب میریم انشالله به امید پیروزی برابر تیمای قدره. واقعا نسبت به بازیکن‌های ایرانی ببینید ورزشگاهاشون رو، ورزشگاهی که مملو از جمعیت. میریم تا بازی شروع بشه. بازیکنان ما شهریار مقالو، امیدواریم که اگر ببینم واقعا پتانسیل 10 تا گل 15 تا گل تو نیم فصل دوره به توی دروازه. هنوز بازی شروع نشده. ببینید چه کسی
جواد آقای پور دقیقه 2 مسابقه روی سوپر استار هست بازی. از دو بیرانوند رو نگاه میکنین. اولین حمله، اولین حرکت. سامان نمیره، گل کاکوتا، خود کاکوتا بعد میره برای گلزنی. حالا تو دست بازیکنان ما هسته. حرکت توی دروازه علی قلیزاده و دقیقه 13 اردوزن اولی. این علی قلیزاده اردوزن اولی ببینین از راه دور نشون داد که میشه رو اونا حساب باز کرد. امیدوارم جواد آقایپور بتونه 15 تا گل بزنه. کاکوتا از چپ راست در حال فرصت علی کریمی خطرناک با یه حمله میتونه کار دستمون بده که رضاییان یا فرصت حالا و جواد آقایپور تو با منتظر تا یه اردوشو بزنه، نمیزنه. حالا خود گلی زاده اینه چه بازی کنی این علی قلیزاده. امیدوارم مهاجم بازی کنی علی که بتونیم بذاریم این مهاجم. اردوزن محشر این بازی علی قلیزاده. ما اولا تموم شد اینا مامان نیمه اول که پاس مالکیت 80% ما 20% اونا واقعا تیم ضعیفی نشون دادن. 2 تا سیو دروازه اونا، 2 تا سیو دروازه ما مثلا تو نیومده سمتش که بتونیم 7 تا شوت دادن اونا 0 شد. بریم سراغ نیمه دوم ببینیم که میتونیم این نیمه رو با برتری این برتری رو حفظ کنیم، چون واقعا سخته حفظ کردن برتری این بازی. علی قلیزاده با گرفتن تو برای این بازی این چهره رامین رضاییان. رامین نشون داده که بالا میده به عقب برای تیم ما. 53 دقیقه از زمان بازی گذشته و بازی همچنان 0-0 نه 3-0 به نفع تیم ما. نمیرسه به برای تیم ماست. علی کریمی میسانته به روی دروازه یه ضربه سر خوشگل بزن دومی را. جواد آقایپور امیدوارم جواد همینجوری ادامه داشته باشی. جواد آقایپور اولین گل دومین گل خودش رو در این بازی به ثمر میرسونه. 4-0 رفقا. برین لیگ 2 رو لیگ 1 انگلیس نگاه کنید. ایشون اصلا تیم ته جدولن و بازی سخت مونده. کوتاه زمش با اصابت به مدافع حریف میرسه به موفق بازیکنان حریف. امیدوارم الان ضربه بزنه رو سیلوا بهتری شیوه گوشو گره. علی کریمی میریم انشالله برای پنجمی میزنه ضربش رو. جواد آقایپور
ببینین دروازه‌بانشون چه توپ‌هایی رو میگیره و اینجا دیگه موند. اینجا دیگه نتونست یه اردم سامان بزنه. چقدر زیبا اردو میزنه واقعا. آخر بازیش این 94 مقانلو گلزنی به سبک مقانلو. بازی بعدی امیدواریم بازی سختی برامون نباشه. مقانلو فکر کنم یک دونه گل زد و جواد آقی‌پور هم که بهترین بازیکن زمین شد. بریم جدول رو با هم نگاه بکنیم ببینیم چندم هستیم و چی کار میشه. این لول آپ. خب اینم از اینم حریفامون که ماشاءالله 3-4 تا همه زدن در جدول اولیم با تفاضل گل همون 6 و آخرین تیم هم که رده 24 با هیچ امتیاز و 6 هم خورده همون تیمی که ما الان داریم باش بازی کرد. بریم توی جدول گلزنان و با رده 21 داریم بازی دوممونو و اینکه رفقا ترکیبو که نگاه بکنیم یک دونه 2 تا 3 تا بازیکن خارجیه. یه دونه بازیکن خارجی دیگه میخوایم. حالا قیمتش حدودا تو همون توی لول 75 72 تا 77. بی زحمت کامنت ها برای پست هافبک جایی میخوام امید عالیشاه بازی بدم و یک دونه مهاجمم 6 دونگ دیگه اونم 72 اوورال 72 تا 77. بی زحمت بهم پیشنهاد بدین تو کامنت ها. حتما یادتون نره لایک و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو فعال کنید که هر وقت ویدیو گذاشتم برسه به دستتون. خب رفقا کار دیگه که با هم داریم قبل بازی که تموم بشه این ویدیویی که کریر قطعا ادامه خواهیم داد. 2 تا ویدیو چالشی هم تو همین هفته میاد احتمالاً. از همین الان که از موقعی که ویدیو آپلود میشه در یوتیوب به مدت 1 هفته 2 تا ویدیو دیگه به غیر از این ویدیویی که الان گذاشته میشه میاد. خیلی ممنونم. گفتم سابسکرایب و لایک فراموش نشه. کامنت هم که گفتم یک بازیکن خارجی باحال اوورال 72 درجه تا 77. یک دونه مهاجمم همینجوری اوورال 72 تا 77. خیلی ممنونم از اینکه تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. قطع به یقین میریم انشالله که با یک بازی قشنگ صعود کنیم به لیگ برتر. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی